وزارت امر بالمعروف نهی از منکر مستقل یک قانون ما برخوردار شدیم از اعلی قدر امیر المؤمنین حضرت شیخ صاحب حفظه الله. اولین همین امر بالمعروف نهی عن المنکر قانون را توشیح نموده، ان شاء الله از طریق مطبوعات هم نشر میشه و شما هم خبر میشین. آینده کسی گفته نمیتونن که شما بی اصول بی قانون هستین. یک سال به قانون ما همه علما و شیوخ خیلی زیاد تکلیفا را کشیدن و طبق قرآن کریم و مطابقت حدیث مبارک و مطابقت فقه حنیفی هر ماده تخریج شده که ستر و حجاب چه حیثیت داره، قماربازی چرا منع است، ریش تراش کردن چرا ممنوع است، چرا لباس کفری را ما میپوشیم لباس اسلام را نمیپوشیم، چی دلایل چیست، در جامعه اصلاح چطور بیایم، حق العبد چیست، حق الله چیست، حقوق الزنا چیست. همگیر یک قانون جامع مانع یک قانون از توشیح شده. ما به همه جهان اسلام علما را دعوت میتیم بیاین آن قانون را مطالعه کنن. هر جای اگر اینها او جای یک انگشت مان که از اسلام، از شریعت، از قرآن و از حدیث، از فقه حنیفی کمزور است، اولا ما تیار هستیم که پاسخ بدیم برشان. عزیزان من، علما را ما التماس میکنیم، خواهش میکنیم از علمای کرام که شما کمر را بسته کنین. همین عصر ما دمی تاریخ کمر را بسته کنین، جلوگیری منکرات را کنین از طریق منبر. شما روحانیون هستین و از متنفذین، از شما بزرگان ما خواهش میکنین که همکاری همین نظام اسلامی عموما و همکاری امر بالمعروف نهی عن المنکر خصوصا همکاری جدا خواد کردین که شما همکاری نکنین. ما جلوگیری حجاب چطور کنیم؟ روخانه د تاریخ د پانی باب ده غږ د انقلاب ده غږ د انقلاب ده